جوان ایران اسلامی به انقلاب اسلامی ایران همه گروه‌های تروریستی عالم از جمله تروریست‌های تکفیری که امروز آتش فرقه‌های خونین را در جهان اسلام برافروخته‌اند، زادگاه تولد سیاسی آنها آمریکا دم از حقوق بشر و آزادی میزند، در حالی که تمام دستگاه‌های شکنجه‌ای که به همه نقاط عالم صادر می شود توسط آمریکا ساخته می شود. سازمان سیاه پرورش دهنده و آموزش دهنده و شکل دهنده همه سرویس های اطلاعاتی شکنجهگر عالم، یک ملت می تواند در فضایی نابرابر از حیث قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی در مقابل یک قدرت بزرگ مسلط جهانی از ارزش‌های خود دفاع کند. به